سلام دوستای گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. وحید نجفی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. دوباره با 20 تا جمله خیلی خفن و کاربردی اومدم پیشتون تا یه درس خیلی خوب و پربار دیگه با هم داشته باشیم. پس اگه اولین بارتونه که وارد این کانال شدید یا تا الان کانالمو سابسکرایب نکردید، خیلی ممنون میشم همین الان چند ثانیه از وقتتون رو برای این کار اختصاص بدید و کانالمو سابسکرایب کنید. خب حالا خیلی سریع بریم سراغ اصل مطلب. خب اولین جمله‌ای که میخونیم در مورد آب و هواست. وقتی که شما یه جایی هستید و دارید واقعا از اون آب و هوا لذت میبرید، میخواید بگید مثلا واقعا دارم از این هوای خوب لذت میبرم. باید به انگلیسی چی بگیم؟ میتونید حدس بزنید چی میشه؟ باید بگیم I'm really enjoying this beautiful weather. I'm really enjoying this beautiful weather. خب بچه‌ها میدونید دیگه enjoying به معنی لذت بردن، beautiful weather هم که میشه آب و هوای زیبا یا خوب. حالا beautiful رو هم میتونید زیبا و هم خوب معنی بکنید، هیچ فرقی نداره. خب حالا توی جمله بعدیمون میخوایم از یه نفر بخوایم مثلا ببینیم میتونیم وقتشو بگیریم، یعنی میخوایم به انگلیسی بگیم میتونم یه لحظه از وقتتون رو برای بحث کردن در مورد چیزی بگیرم. به انگلیسی باید از این جمله استفاده بکنیم. Can I have a moment of your time to discuss something؟ دوباره تکرار میکنم. Can I have a moment of your time to discuss something؟ ببینید can I have a moment که میدونید دیگه لحظه میشه. Moment of your time یعنی لحظه ای از وقت شما رو. خب to discuss میشه بحث کردن، یعنی صحبت کردن، بحث کردن در مورد یه چیزی. بچه یادتون باشه که بعد discuss هیچ وقت نباید از about استفاده بکنید. این یه اشتباه خیلی بزرگ هستش که معمولاً یه سری از زبان آموزایی که سطحشون بالا نیست اینو مرتکب میشن. توی زبان انگلیسی بعد discuss about نمیاد. درسته که ما تو زبان فارسی میگیم مثلا در مورد چیزی بحث بکنم، ولی توی انگلیسی هیچ وقت نباید از about بلافاصله بعد discuss استفاده کنید. خب حالا بریم سراغ جمله بعدی و توی جمله بعدی میخوایم بگیم که خیلی مثلا طرفدار غذاهای تند نیستیم. منظور ما از طرفدار بودن یعنی که مثلا خیلی علاقه‌ای ندارم مثلا غذاهای تند بخورم، ولی توی انگلیسی معادلش میشه I'm not a fan of spicy food. I'm not a fan of spicy food. بچه‌ها میدونید دیگه spicy food میشه غذاهای تند. وقتی که میگید I'm not a fan of یعنی مثلا دیگه بعدش پشت بندش هر اسمی که بیارید منظورتون اینه که من خیلی به این علاقه‌ای ندارم. حالا درسته مثلا ما میگیم طرفدار، فن به معنی طرفدار میشه، ولی معنی کلیش اینه که خیلی علاقه‌ای ندارم بهش. شما میتونید از این ساختار برای موارد دیگه استفاده بکنید. مثلا بگید که I'm not a fan of sports. مثلا خیلی طرفدار ورزش نیستم، یا مثلا علاقه‌ای به ورزش ندارم. به همین راحتی. خب حالا بریم سراغ جمله بعدی. فرض کنید که کلیدتون رو گم کردید و نمیتونید پیداش بکنید و میخواید بگید که هر جا رو میگردم کلیدم رو نمیتونم پیدا بکنم. بهترین معادلش توی زبان انگلیسی این جمله هستش I can't find my keys anywhere. I can't find my keys anywhere یعنی نمیتونم کلیدم رو هیچ جا پیدا بکنم. Anywhere میشه هیچ جا. I can't find یعنی نمیتونم پیدا کنم. My keys هم که میشه کلیدهایم را یا همون کلیدامو. خب حالا بریم سراغ جمله بعدیمون. خب در مورد فیلم میخواید بگید که مثلا این فیلم واقعا سرگرم کننده است. باید از چه جمله استفاده کنیم؟ میتونید حدس بزنید. This movie is really entertaining. This movie is really entertaining. ببینید من اینا رو به هم دیگه وصل میکنم. نمیگم is really، میگم is really. Is really. This movie is really entertaining. Entertaining به معنی سرگرم کننده هستش. شما میتونید مجددا از این ساختار برای یه چیز دیگه استفاده کنید. مثلا میتونید به جای this movie از یه چیز دیگه استفاده کنید و بگید مثلا فلان چیز خیلی سرگرم کننده است. مثلا شما میتونید به جای movie بگید this game، یعنی مثلا این بازی. This game is really entertaining. به خاطر همینه که وقتی این جمله ها رو شما حفظ کنید یه عالمه ساختار توی ذهنتون و وارد ضمیر ناخودآگاهتون میشه که میتونید فقط با یه جایگذاری ساده بتونید جمله های خیلی زیادی رو خودتون تولید بکنید. فقط کافیه که این ساختارهای درست رو همینجوری که هست یاد بگیرید به همین راحتی. خب حالا بریم سراغ جمله بعدیمون. توی جمله بعدی میخوایم در مورد موسیقی یا سبک موسیقی از این نفر بپرسیم. ببینیم مثلا سبک موسیقی
مورد علاقهش چیه یا چه نوع موسیقی دوست داره. میتونیم از این جمله استفاده کنیم. What's your favorite type of music? What's your favorite type of music? بچه با اینکه تایپ به معنی نوع هستش و ما برای سبک میتونیم از استایل استفاده بکنیم، این شکلی نوشته میشه دیگه استایل. ولی وقتی که ما میگیم مثلا What's your favorite type of music، منظورمون اینه که اون موسیقی مورد علاقه چیه، مثلا چه نوع موسیقی مورد علاقه توه. What's your favorite میشه مورد علاقه تو، یعنی چه چیزی مورد علاقه توه. اینجا هم که از موسیقی استفاده کردیم. توی درس‌های قبلی من اینو بارها گفتم که شما میتونید از این ساختار برای چیزهای دیگه استفاده کنید، مثلا بگید What's your favorite book, What's your favorite novel و غیره، به همین راحتی. خب حالا بریم سراغ جمله بعدیمون. توی جمله بعدی شما میتونید به دوستتون یا مثلا همکارتون بگید که هفته بعد میخوام خانواده‌مو رو ملاقات کنم یا دارم میرم خانواده‌م رو ببینم. به انگلیسی باید بگید I'm going to visit my family next week. I'm going to visit my family next week. ببینید I'm going to، من این رو توی درس زمان آینده تدریس کردم براتون، یعنی از قبل برنامه‌ریزی کردید براش که لینکش رو این بالا براتون میذارم، میتونید برید اون درس رو به طور کامل ببینید. I'm going to visit my family next week یعنی که قراره هفته بعد خانواده‌ام رو ویزیت یا همون ملاقات کنم یا ببینم، یا مثلا دارم میرم به دیدن خانواده‌ام، همچین معنی رو هم میتونه داشته باشه. خب حالا توی جمله بعدی فرض کنید که یه نفر رو ناراحت کردید و میخواید بهش بگید که ببخشید نمیخواستم ناراحتت کنم. بعد از چه جمله‌ای استفاده کنیم؟ این جمله خیلی معادل خوبیه. I'm sorry, I didn't mean to make you upset. I'm sorry, I didn't mean to make you upset. بچه اینجا چند تا مورد خیلی خوب هستش که میخوام بهتون یاد بدم. مثلا I didn't mean to یعنی قصد نداشتم. شما هر وقت که میخواید بگید مثلا قصد نداشتم فلان کار بکنم، مثلا ناراحتت کنم یا هر چیز دیگه، میتونید از I didn't mean to استفاده کنید. خب حالا ناراحت کردن کسی میشه make someone upset. بچه ببینید حتما از make استفاده کنید. make you upset, make him upset، یا هر ضمیری که میخواید اینجا بذارید رو میتونید جایگزین بکنید و بگید که مثلا یه نفر رو ناراحت کردید. پس I'm sorry I didn't mean to upset you. ببخشید یا متاسفم نمیخواستم شما رو ناراحت بکنم. از این جمله خیلی خوب هم میتونید توی مکالمتون استفاده بکنید. حالا بریم سراغ جمله بعد. توی جمله بعد میخواید از یه نفر بپرسید ببینید که مثلا تعطیلات آخر هفتهش رو چجوری سپری میکنه. مثلا دوست داره خونه بمونه یا بره بیرون. پس شما میتونید از این سوال توی مکالمتون استفاده کنید و بگید ترجیح میدی تعطیلات آخر هفته رو خونه بمونی یا بری بیرون. به انگلیسی میشه Do you prefer to stay in or go out on weekends? دوباره تکرار میکنم. Do you prefer to stay in or go out on weekends? خب بچه میدونید دیگه prefer به معنی ترجیح دادن هستش و وقتی که میخواید بگید خونه موندن باید از stay in استفاده کنید. To stay in یعنی خونه موندن. درسته اینجا به home یا house اشاره ای نشده، ولی خب وقتی که ما میگیم stay in منظورم اینه که داخل خونه موندنه. خب go out هم که بیرون رفتن هستش و یه نکته مهم دیگه هم که برای ویکندز یا تعطیلات استفاده میشه حرف اضافه on هستش. on weekends. on weekends. پس لطفا نگید in weekends یا حرفای اضافه دیگر رو استفاده نکنید، باید از on استفاده کنید. خب ویکند هم که میدونید دیگه پنجشنبه جمعه های ما و شنبه یک شنبه های خارجی ها میشه. Do you prefer to stay in or. خب حالا بریم سراغ جمله بعدیمون. توی جمله بعدی مجددا من یه مثال دیگه در مورد تعطیلات آخر هفته میزنم. مثلا میخواد بگی که مشتاقانه منتظر تعطیلات آخر هفتم، یعنی خیلی منتظرم یا مشتاقم که تعطیلات آخر هفته برسه و من یه استراحتی بکنم یا یه تفریحی داشته باشم. به انگلیسی باید بگیم I'm looking forward to the weekend. I'm looking forward to. بچه I'm looking forward to یعنی مشتاقانه منتظر چیزی بودن. مجددا شما میتونید از این ساختارم استفاده کنید و به جاش مثلا به جای the weekend یه چیز دیگه بذارید. مثلا میتونید به همکارتون بگید I'm looking forward to our meeting. Our meeting یعنی جلسمون. مثلا مشتاقانه منتظرم تا جلسمون فرا برسه و ما این جلسه رو با هم دیگه داشته باشیم. پس میتونید این جمله رو هم حفظ بکنید که خیلی به دردتون میخوره.
خب حالا بریم سراغ جمله بعدیمون. خب تا اینجا چطور بود؟ اگه از این ویدیو خوشتون اومده خیلی ممنون میشم همین الان چند ثانیه از وقتتون رو برای لایک کردن این ویدیو اختصاص بدید، چرا که با این کارتون الگوریتم یوتیوب ویدیوهای منو به افراد بیشتری پیشنهاد میده و یه جورایی با این کارتون از کانالم و کاری که دارم براتون انجام میدم حمایت میکنید. خیلی ممنون. حالا سریع بریم سراغ ادامه مطلبمون. با فرض کنید که شما با دوستتون یا هر کسی دیگه یه سری برنامه برای شام داشتید. الان میخواید بهش بگید که مثلا من میتونم اینو ردش کنم یا نپذیرم، حالا به هر دلیلی که هستش، ولی میخواید مؤدبانه این کار رو انجام بدید. بچه‌ها اینجا از یه اصطلاح خیلی خیلی عالی و کاربردی استفاده میکنیم که هم میتونه سطح مکالمتون رو ببره بالاتر و همین که درصد مؤدبانه بودن جملتون رو هم بیشتر بکنه. یعنی take rain check. خب اینم یه نکته مهم داره که الان بهتون میگم. Can I take a rain check on our dinner plans? Can I take a rain check on our dinner plans? خب بچه نکته مهمش اینه که شما باید این اصطلاح رو با حرف اضافه که آن استفاده بکنید رو هم حتما یادداشت بکنید. یعنی میتونم برنامه شاممون رو مثلا ردش کنم یا نپذیرم. Take a rain check به معنی نپذیرفتنه ولی مؤدبانه یا قبول نکردنه. وقتی که میگید Can I take a rain check on، حالا هر چیزی که بعدش بخواید بیارید منظورتون اینه که اون چیز رو من میتونم مثلا مؤدبانه میخواید بگی که نپذیرم یا ردش بکنم. خب حالا بریم سراغ جمله بعدیمون. توی جمله بعدی میخوایم بگیم که از یه نفر میخوایم بپرسیم ببینیم مثلا بهترین روش برای یادگیری یه ساز موسیقی چیه. بعد از این جمله استفاده بکنیم. What's the best way to learn a musical instrument? What's the best way to learn a musical instrument? بچه قبل هر چیزی بهتون بگم که من در مورد میوزیکال اینسترومنت یه درس کاملا مجزا از کتاب English Vocabulary Use تدریس کردم که لینکشو براتون این بالا میذارم. اونجا داره لغات مربوط به کلا میوزیکال اینسترومنت یعنی سازهای موسیقی و غیره رو تدریس کردم که میتونید اون درس رو هم تماشا بکنید. ولی اینجا گفته که What is the best way؟ یعنی بهترین روش یا بهترین راه چیه؟ برای چی؟ To learn a musical instrument. خب بچه‌ها شما میتونید به جای میوزیکال اینسترومنت مجددا از این ساختار استفاده کنید و یه چیز دیگه جایگزین کنید. مثلا میگید What is the best way to learn a new language؟ اینجا من یادداشت میکنم a new language یعنی یک زبان جدید. یا مثلا to learn English فرقی نمیکنه. پس میبینید که وقتی که این ساختار رو حفظ بکنید میتونید به جاش یه عالمه چیز دیگه بذارید. حتما اینا رو حفظ بکنید این جمله ها رو که خیلی میتونه توی مکالمه هاتون به درد بخوره. خب حالا بریم سراغ جمله بعدیمون. توی جمله بعدی اگه شما یه آدم ماجراجو باشید میتونه این خیلی به دردتون بخوره. مثلا میخواید به نفر بگید من عاشق کشف جاهای جدید و امتحان کردن چیزهای جدید هستم. به انگلیسی باید بگید I love exploring new places and trying new things. دوباره میخونم I love exploring new places and trying new things. بچه‌ها من اینجا دیگه نگفتم نیو، گفتم نیو به خاطر اینکه توی لهجه امریکن یا آمریکایی به نیو میگن نیو. میتونید این رو هم مثلا دیگه نمیگن نیوزپیپر، میگن نیوزپیپر. این رو هم میتونید یادداشت بکنید در مورد نیو که این شکلی تلفظ بکنید. خب اکسپلور به معنی کشف کردنه. یعنی مثلا یه چیزی رو برید پیدا بکنید، کشفش بکنید. وقتی که میگید I love exploring new places منظورتون اینه که من عاشق کشف کردن جاهای جدیدم. And trying new things یعنی امتحان کردن چیزهای جدید که این هم میتونه خیلی جمله خوبی باشه و میتونید ازش توی مکالمتون استفاده بکنید. حالا بریم سراغ جمله بعدیمون که بیشتر برای خانوما خیلی به درد میخوره. دیدید خانوما خیلی سخت میتونن تصمیم بگیرن برای حالا مهمونی یا هر جایی لباس خوب انتخاب بکنن. اینجا مثلا شما میخواید بگی که نمیدونم برای مهمونی امشب چی بپوشم. بعد بگید I'm not sure what to wear to the party tonight. دوباره I'm not sure what to wear to the party tonight. بچه اینجا با یه ساختار خیلی خوب آشنا میشیم. I'm not sure. ببینید خیلی بهتر از اینه که مثلا بگید I don't know. ببینید اکثر بچه ها از این جمله های خیلی ساده استفاده میکنن و میگن I don't know مثلا what to wear. در صورتی که خارجی ها یا نیتیو ها بومی زبون های انگلیسی از این ساختار استفاده میکنن I'm not sure. پس حتما این رو یادداشت بکنید و میبینید که وقتی ما جمله هایی که
اونا استفاده میکنن رو حفظ بکنیم، میتونیم خیلی سطح مکالمه‌مون رو بالاتر ببریم. به جای I don't know بگیم I'm not sure what to wear. میدونید دیگه wear به معنی پوشیدنه، یعنی مطمئن نیستم که باید چی بپوشم. برای چی؟ To the party، برای مهمونی یا پارتی. Tonight، امشب، یعنی برای مهمونی امشب نمیدونم که باید چی بپوشم. خب حالا بریم سراغ جمله بعدیمون. خب توی جمله بعدی شما میخواید بگید که مثلا سبک زندگیتون رو عوض کردید، دارید حالا به دوستتون یا اونی که شما رو خیلی وسوسه میکنه برید مثلا فست فود بخورید، میخواید بهش بگید که دارم سعی میکنم غذاهای سالمتری بخورم و به طور مرتب ورزش کنم. یعنی یه جورای غیر مستقیم میخواید بگید که من دیگه پایه نیستم بریم فست فود بخوریم. چی میشه؟ I'm trying to eat healthier and exercise regularly. یعنی دارم سعی میکنم غذای سالمتر بخورم و به طور مرتب ورزش بکنم. I'm trying to eat یعنی دارم سعی میکنم to eat healthier یعنی غذای سالمتر بخورم. exercise هم که میشه ورزش کردن. regularly به طور مرتب میشه. خب حالا بریم سراغ جمله بعدیمون که میخوایم از یه نفر بپرسیم ببینیم که معمولاً عصر خودشو یا عصرهای خودشو چجوری سپری میکنه. میتونیم از این جمله استفاده بکنیم. How do you usually spend your evening? How do you usually spend your evenings؟ یعنی معمولاً عصرهای خودت رو چجوری میگذرونی یا چجوری سپری میکنی. usually میشه معمولاً، spend هم که میشه سپری کردن یا گذروندن. your evenings هم که میشه عصرهای خودتون رو، به همین راحتی. حالا بریم سراغ جمله بعدیمون. توی جمله بعدی مثلا شما میخواید دکوراسیون خونه‌تون رو تغییر بدید و میخواید به یه نفر بگید که تو فکر اینم که مثلا دکوراسیون اتاق نشیمنم رو تغییر بدم. به انگلیسی باید بگید I'm thinking of redecorating my living room. I'm thinking of redecorating my living room. خب وقتی که میگید I'm thinking of یعنی تو فکر حالا هر چیزی که هستید، توی فکر فلان چیز هستم. خب decorate به معنی همون عوض کردن یا انجام دادن دکوراسیون خونه است دیگه. وقتی که شما میگید redecorating یعنی تغییر دکوراسیون. بچه‌ها ری همیشه معنی دوباره میده. مثلا شما وقتی که میخواید بگید restart به معنی استارت زدن دوباره است یا شروع کردن دوباره است که اینجا یه ری اولش آوردید. حالا بریم سراغ جمله بعدی. میخواید از یه نفر یه سوال شخصی بپرسید و میخواید بهش مؤدبانه بگید که میتونم ازت یه سوال شخصی بپرسم. به انگلیسی میشه Can I ask you a personal question? Can I ask you a personal question? Personal میشه شخصی. Personal question میشه سوال شخصی. پس وقتی که میگید میتونم ازت یه سوال شخصی بپرسم، از این جمله بهتره استفاده بکنید. حالا بریم سراغ جمله بعدیمون. بچه جمله بعدیمون هم خیلی جذابه. شما میخواید توی مکالمه‌تون به نفر بگید باورم نمیشه چقدر زمان داره زود میگذره. حالا ما باید از این معادل خیلی خوب تو زبان انگلیسی استفاده بکنیم که اینه I can't believe how quickly time flies. I can't believe how quickly time flies. بچه fly به معنی پرواز کردن. یه جورایی انگار که داریم به صورت اغراق‌آمیز صحبت میکنیم، یعنی میگیم زمان داره پرواز میکنه. I can't believe یعنی باورم نمیشه. How quickly یعنی چقدر سریع یا چقدر زود. Time flies هم که میشه زمان داره پرواز میکنه یا زمان داره میگذره. خب توی جمله بعدیمون میخوایم به یه نفر بگیم که مثلا از پیاده روی طولانی مدت لذت میبرم توی طبیعت. باید به انگلیسی بگیم I enjoy going for long walks in nature. دوباره تکرار میکنم I enjoy going for long walks in nature. میدونید دیگه nature به معنی طبیعت میشه. وقتی که میگید I enjoy یعنی لذت میبرم از چی؟ Going for long walk. به طور کلی شما مثلا اگه بگید going for walk یعنی پیاده روی کردن. حالا اگه long walk بگید دارید اینجا یه صفتی رو اضافه میکنید، یعنی پیاده روی طولانی مدت توی طبیعت. حالا اگه محیط اطراف خونه‌تون نیچر یا طبیعت نداشته باشه، مثلا مثل من عاشق پیاده روی طولانی مدت تو خیابون باشید، میتونید به جای نیچر از استریت استفاده بکنید و بگید مثلا I enjoy going for long walks in a street. البته منظور ما وسط خیابون نیست، همون پیاده رویی که توی خیابونه، ولی به صورت کلی میتونیم از این هم استفاده بکنیم. گفتم دیگه فقط کافیه که شما این ساختارها رو حفظ کنید و اون اسمایی که مد نظرتون هست رو جایگزین بکنید. مثلا به جای نیچر بگید استریت یا هر چیزی که مد نظرتون هست. خب سوالامون این 20 سوال تموم شد، ولی هنوز درسمون تموم نشده، چرا که یه تمرین خیلی خوب براتون دارم
تا ببینم که این درس رو خوب یاد گرفتید یا نه. تمرینمون اینه، میخواید به انگلیسی به نفر بگید میشه دعوتتون رو نپذیرم به صورت مؤدبانه. اگه یادتون باشه من تو یکی از جمله ها گفتم که یه اصطلاحی هستش که شما میتونید به صورت خیلی مؤدبانه دعوت یا هر چیز دیگه رو نپذیرید یا ردش بکنید. خب اگه یادتون نمیاد حتما برگردید عقب، جمله ها رو دوباره بخونید تا ببینید که کدوم اصطلاحه و حتما اون رو توی کامنت به زبان انگلیسی برام بنویسید. خب اینم از درس امروزمون که امیدوارم از تماشا کردنش نهایت لذت رو برده باشید و این ویدیو براتون خیلی مفید واقع شده باشه. اگر از سبک تدریسم خوشتون اومده و میخواید جمله های خیلی خوب دیگر رو از دست ندید حتما کانالمو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال بکنید تا به محض اینکه براتون درس های جدید آماده کردم تو اولین فرصت مطلع بشید و بتونید اونا رو هم تماشا بکنید. پس تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.